اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. آژانس خبری تاس از قول وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگی لاروف نگارسته ازبکستان در شهر سمرقند در رابطه با افغانستان در جلسه بر تطبیق ترانسپورت و پروژه های انرژی صحبت نموده است. سخنگوی اداره ملی غذا و دوا میگوید این اداره در حال ایجاد یک سافتویر برای کنترل قیمت های دوا است که قیمت دوا را ثبت می کند و با اسکن بارکد تمام جزئیات به اطلاع عموم می رسد. مسئولین مستوفیت جوزجان میگوید در سال گذشته 263 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت تسلیم نموده است. هلال احمر افغانی 20 کودک دیگر مبتلا به بیماری قلبی را در 3 شفاخانه شهر کابل برای عملیات معرفی نموده. در 8 ماه گذشته 893 کودک مبتلا به بیماری قلبی در شفاخانه ها بستر شده اند که هزینه درمانشان از سوی هلال احمر افغانی پرداخت می شوند. وزارت صنعت و تجارت میگوید در سال گذشته به ارزش 39 میلیون دلار زیره صادر نموده است. به گفته مسئولین این وزارت توجه به کیفیت زیره و بسته‌بندی معیاری باعث افزایش سطح صادرات شده است. کمیسیون جمع‌آوری وسایط نظامی قلعه‌اردوی 207 الفاروق میگوید ده‌ها موتر نظامی از افراد غیر مسئول در ولایات هرات، فرا و بادغیس جمع‌آوری شده است. به گفته مسئولین این کمیسیون وسایط نقلیه جمع‌آوری شده شامل هاموی، تانک، رنجر و موتورسایکل ها میباشند. اروالی کابل میگوید قسمت های تخریب شده سرک از ساحه چهارراهی پشتونستان الا دریای کابل بازسازی شده است. مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و رئیس کمیسیون زمین‌های غصب شده و استرداد با وکلای گذر تپه نادرخان کابل دیدار کرد. در این جلسه در مورد زمین‌های تپه نادرخان که در اختیار اهالی منطقه مذکور قرار دارند بحث و گفتگو صورت گرفت.